بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی. افغانستان با داشتن منابع سرشار طبیعی و زمین‌های حاصلخیز پس از سالها جنگ و ناامنی، امروز امارت اسلامی افغانستان با گام‌های جسورانه و اهداف مدبرانه به دنبال احیای زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی این سرزمین شده است. توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور کلید رشد و پیشرفت افغانستان بوده که حکومت از لحاظ استراتژی بزرگ اقتصادی در حوزه ترانزیت منطقه‌ای، انرژی، مهار آبها، سدسازی و استخراج معادن را ستون‌های اصلی رشد اقتصادی تثبیت نموده و در این مسیر در حرکت می باشد. این تلاش ها در قالب سیاست اقتصاد محور متجلی شده است که این سیاست ها می تواند در دراز مدت در شکوفایی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند. یکی از مهمترین اهداف امارت اسلامی افغانستان کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و اتکا بر منابع داخلی در بخش‌های مختلف و سرانجام رسیدن تا استقلال اقتصادی و توسعه ملی می باشد. اسلامی امارت در راتګ سره سم تر اوسه پورې چې نږدې 4 کاله کېږي ټول تمرکز یې پر هغه زیربنایي پروژو او برنامو ده کوم چې په واقعي ډول زموږ اقتصادي ثبات ته ورسي، زموږ کورنۍ ناخالص تولید پیاوړی شي، زموږ د وګړو د ژوند معیارونه ښه شي. نو په دغه تړاو د انرژي تولید او دغه د منطقوي اتصال برخه د اوبو مدیریت او د افغانستان د هغه ترانزیتي اقتصادي ظرفیت څخه په واقعي شکل استفاده کول دای په لومړیتوب کې ده او لله الحمد په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرو. در بخش ترانزیت به یک بخش مهم اقتصادی جهانی تبدیل شده است که این امر به دلیل افزایش تجارت بین المللی و توسعه زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه تبدیل شده که با سرمایه گذاری دقیق کشورهای در حال توسعه می توانند از مزایای ترانزیت بهره‌مند شوند. افغانستان با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک که در منطقه دارد و در مسیر تاریخ معبر تاریخی و ترانزیتی بوده، از زمانی که سنگ لاجورد بدخشان به تمدن‌های روم و مصر و سایر امپراتوری‌ها ارسال می‌گردید برمی‌گردد. مسئولین امارت اسلامی افغانستان توجه خاص به این زیرساخت‌های اساسی اقتصادی افغانستان نمودند و در احیای این زیرساخت‌ها اقدام عملی نمودند. من فکر میکنم دو چیز خیلی عمده و اساسی در قسمت بهبود تجارت، چی تجارت داخلی باشه و یا چی تجارت بین المللی نقش اساسی خود داره. اول جاده های معیاری و استاندارد، دوم ترانسپورتیشن منظم و استاندارد. زمانی که یک کشور دارای جاده های معیاری و استاندارد باشه بدون شک هم تجارت داخلیش رونق میکنه و هم تجارت بین المللیش. در پالی از او چیز خیلی مهمتر دیگه که از بحث حمل و نقل است. هر از گاهی که یک کشور دارای ترانسپورتیشن مجهز و معیاری باشه بدون شکی میتونه کالاها را به سریع وقت به مارکت ها برسانه با کمترین هزینه و هر قدر که کالاها به کمترین هزینه و به سریع وقت به مارکت برسه بدون شک که مستهلکین میتونه از این منفعت بیشتر ببره. متاسفانه از اونجایی که افغانستان در 20 سال گذشته هیچ گونه فرصتی را پیدا نکرد و یا تعهد به خاطر بازسازی شهرها وجود نداشت و به خاطر ساختن جاده‌های معیاری و استاندارد وجود نداشت، به مول لحاظ است که تجارت افغانستان چی در بحث داخلی و بین المللی با مشکلات خیلی زیاد مواجه است و از لحاظ اقتصادی هزینه‌های خیلی زیاد را میبره. خوشبختانه بعد از تحول سیاسی و آمدن امارت اسلامی افغانستان توجه بیشتر بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی صورت گرفت و امروز اکثر جاده‌هایی که در طی 20 سال گذشته و ایران شده بود و یا تخریب شده بود دوباره اینا بازسازی میشه. نه تنها که
تنها شهرهای بزرگ بلکه جاده ها و سرک های داخل شهری هم نقش اساسی خود در بحث تجارت داره. چون از اونجا که شما میفهمید که عمده‌ترین محصولات و تبلیغات داخلی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده، زمانی که این محصولات از زمین تا مارکت انتقال پیدا میکرد در حدود 40% از این به خاطر نبود سرک ها و جاده ها اینا از بین میره. من فکر میکنم که عنصر اساسی در بحث بهبود تجارت و اقتصاد که میتونه من حیث شارک های اقتصاد در اقتصاد یک مملکت عمل بکنه اونم جاده های معیاری و استاندارد میباشه، همچنان ترانسپورتیشن مجاز. عملی شدن کار سرک حلقوی افغانستان. این پروژه 3362 کیلومتر طول دارد که از کابل شروع و با وصل شدن با ولایات شمال از پروان، بغلان، سمنگان و بلخ گذشته و از آنجا به هرات و قندهار متصل می گردد و از قندهار دوباره به کابل وصل می گردد. قبلا این راه خیلی مشکل بود، راه کند زیاد بود، بسیار به عذاب می شدیم برای رفت آمد، برماش که حرکت میکنیم تا مرغه تقریبا 4 ساعت 5 ساعت ما به راه بودیم. در قدیم که بودیم اینجا با تیم خاکا و تیم گلا زمستان تابستان بالاخره اذیت زیرا بود. با تکمیل این پروژه در تجارت داخلی تسهیلات به وجود می آید. زدغه شاید ما چې دلته پشپوش په د مزار موټر راغلی د هرات د موټر راغلی دی ولاړی دلته خراب ولاړی لار خراب ده بخینم د خراب ده چې پیاده سړی نه ستلای ځای خراب ده. جانان جانان وطن د پرمخ تنگ پلوري چټنګ روان وطن چټنګ روان وطن. ما نه تنها در بخش خطاهن بلکه در بخش سرک هم توجهی بیشتر صورت گرفته. شاراهای عمومی افغانستان، سرک‌هایی که افغانستان وصل می‌سازه با کشورهای همسایه ما که در اقتصاد افغانستان، در خودکفایی افغانستان، در انتقالات اموال تجارتی نقش فوق‌العاده داره. بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان او سرک‌هایی که تخریباتش بیشتر بود مثل شاهراه کابل قندهار که یک شاهراه اقتصادی است، کار نوسازی یا بازسازیش دوباره آغاز کردیم و شاراهای عمومی دیگه که در ولایات مختلف که ما با کشورهای همسایه ما هم سرحد هستیم که در حالت تخریب شدن بودن دوباره اینا را ترمیم و بازسازی کردیم. عملا پروژه‌های بزرگ در قسمت سرکسازی و ما قرارداد داریم. در بعضی بخش‌ها در بعضی ولایات خوشبختانه کار ما رو به تکمیل شدن است و در بعضی ولایات دیگه عملا کار ما جریان داره. آغاز کار فاز دوم جاده واخان. جانان جانان وطن د پرمخ تنگ پلوري. این پروژه که برای اتصال راه ترانزیتی افغانستان با کشور همسایه ما چین در حال عملی شدن است. این جاده 71 کیلومتر طول و 8 متر عرض دارد. این جاده ولایت بدخشان را با منطقه یارکند کشور چین وصل می کند و ساخت این دهلیز ترانزیتی در گسترش روابط اقتصادی دو کشور مهم بوده و افغانستان را به پل ارتباطی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی تبدیل می کند. واخان دیگر مسیر فراموش شده برای افغانستان نبوده بلکه این جاده آینده افغانستان خواهد بود. ډیر کار سوی دی، لږ کار پاتې دی. دا یو ډیر یو قیمتي او حیاتي لار ده، تجارتي لار ده. مخکې چې د سمندر د لارې باندې تجارت کېدی چې په میاشتو میاشتو به رسیدګي کېدل، دلته به د تجارت د شانو رسیدګي په ورځو باندې کېږي انشاءالله. 6 کیلومتر مانده که به خط صفری چین برسیم. اگر این سرک باز شود به بدخشان یک دهلیز تجارتی به عموم کشورهای همسایه می شود. یک سرکی است که به سطح دنیا است، تنها به افغانستان نیست. دقیقاً یکی از کوریدورهای مهم بر افغانستان کوریدور واخان یکی از راههای تاریخی افغانستان است که افغانستان با چین وصل میشه. فعلا یک بخش کار از این از سوی وزارت محترم انکشاف دهات به پیش میره. در سال گذشته اولی قدر امیرالمومنین تنها بودجه بخش تکنیکی سروی و دیزاین پروژه را بر وزارت فو ادامه داده بود. خوشبختانه تیم ما به ساحه سفر کردن، کار سروی پروژه تکمیل شده. عملا کار
بسیار بالای دیزاینی پروژه جریان داره. در صورتی که بر وزارت فوایدامه وجوه مالی در نظر گرفته شود، ما کار اساسی پروژه یا دهلیز واخان آغاز میکنیم. دقیقاً که دهلیز واخان یکی از مسیرهای نزدیک، یکی از کوریدورهای مهم و یکی از راههایی است که افغانستان به یکی از کشورهای پرقدرت اقتصادی که در بخش اقتصادی به نقش مهم داره وصل میشه و کشورهای دیگه که علاقمند هستند از مسیر افغانستان به این کوریدور وصل شه. ما هم او را در نظر داریم. صحبت‌ها بالای از این صورت گرفته که نه تنها در بخش سرک، حتی در بخش خط آهن وزارت فوایدامه پلان داره که در آینده ها ما بتونیم از طریق خط آهن، از طریق کوریدور واخان با کشور چین وصل شویم. پروژه های ترانزیتی ریلی یا خط آهن، حمل و نقل ریلی هم نقش بس مهم در توسعه اقتصادی کشورها دارا می باشد و یکی از زیربناهای رشد اقتصادی یک جامعه محسوب می گردد. بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان توجه بالای انکشاف خط آهن بیشتر شده. ما نه تنها که عملا بالای چند پروژه کار ما در افغانستان جریان داره، ترمیمات مسیر خط آهن حیرتان مزار شریف است، انکشاف بندر تورغندی است، تکمیل مسیر خط آهن خواف هرات است، پروژه افغان ترانس و همچنان خط آهن بلخ به ولایت هرات به ولایت قندهار عملا روی دست وزارت فوایدامه است و فعلا که با شما صحبت داریم کار سروی و دیزاین مسیر بلخ الی ولایت هرات و همچنان هرات الی ولایت قندهار عملا جریان داره که مسیر بلخ الی هرات از سوی کشور ازبکستان و مسیر هرات الی ولایت قندهار در حدود 737 کیلومتر طول داره. وزارت فوایدامه این مسیر سروی و دیزاینش با سکتور خصوصی قرارداد کرده و عملا کار جریان داره. در این حال مسیر افغان ترانس یا پروژه افغان ترانس هم یکی از پروژه های مهم و حیاتی است که کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا وصل می شود. فعلا مذاکرات ما با کشورهای مربوطه عملا جریان داره تا کار عملی پروژه در افغانستان آغاز شود. پروژه خط آهن ترانس افغانستان را به دهلیز اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی تبدیل می کند. با تکمیل این پروژه کشور ازبکستان از طریق افغانستان با کشور پاکستان وصل می گردد. خب اول در بخش خط آهن صحبت بکنیم که ما در بخش خط آهن تلاش مهمی است، چون خط آهن کم هزینه است، بار زیاد انتقال میشه، وقت کم میگیرد. تلاش ما است که ما در بخش خط آهن برنامه‌ای را که روی دست داریم، انکشافاتی را که روی دست داریم این را عملی بسازیم. امی عملا که با شما صحبت داریم، ما دهلیز اقتصادی با چین داریم که به 4 کشور است، افغانستان است، ازبکستان است، قرقیزستان است و چین است که از سال 2022 به این طرف که دهلیز به میان 4 کشور امضا شده. در حدود 5000 کانتینر از این مسیر انتقالات صورت گرفته. فعلا ما عملا با تمام کشورهایی که شما یاد کردین، با کشور ایران، با کشور ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای دیگه که با ما مستقیما وصل نیست یا هم سرحد نیستن، ما ارتباطات خود داریم و تلاش میکنیم که ارتباطات به خاطر هموطنان عزیز ما، به خاطر خودکفایی افغانستان، به خاطر آوردن سهولت به تجار ملی ما بیشتر شود و سطح انتقالات بلند بره و جایگاه افغانستان به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای آسیای جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی تثبیت شود. همچنان پروژه خط آهن هرات خواف یکی دیگر از پروژه های مهم در بخش ترانزیت ریلی می باشد که با تکمیل این پروژه ایران و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی به یک نقطه ایدئال برای تبدیل شدن به یک حلقه مهم حمل و نقل در منطقه تبدیل می کنند. دقیقاً وزارت فوایدامی امارت اسلامی افغانستان تلاش نموده است تا سطح انتقالات بیشتر نماید، فرصت‌ها را برای تجار ملی ما، نه تنها برای تجار افغانی ما و تجار که کشورهای همسایه ما فراهم بسازند تا اونا بتونن از طریق خط آهن به سهولت انتقالاتشون بیشتر بسازند. ما در سالهای گذشته به خصوص در 3 سال اخیر ارقامی که دست ما است ارقام متفاوت است، ولی خوبی است که هر سال
سال ارقام رو به مثبت شدن است، یعنی انتقالات بیشتر میشه. مثلا ما در سال 1402 4.1 میلیون متریک تن داشتیم، در سال 1403 4.3 میلیون متریک تن داشتیم و در سال گذشته ارقام بیشتر بود. حتی صادرات ما نسبت به سالهای گذشته 100% افزایش پیدا کرده بود که تجار ملی ما فرآوردهایی که در داخل افغانستان است، میوه خشک است، فرآوردهای زراعتی است و قالین است، دیگه اقلامی که در داخل افغانستان است، این از طریق خط آهن نه تنها به کشورهای همسایه ما بلکه به دیگر کشورها هم صادر شده است. در بخش تولید انرژی و مهار آبها، ساخت و اعمار بندهای آبی و تولید برق و مدیریت سالم آن بدون شک در رونق اقتصادی کشور کمک میکند. کشور ما با داشتن میلیون ها هکتار زمین که قابل کشت و زراعت می باشد، به دلیل نبود آب کافی از تمامی این زمین های حاصل خیز استفاده صورت نمی گیرد. با اعمار بندهای آبگردان و احداث کانال های آبی زمینه برای کشت و زراعت مساعد می گردد. مثال بارز آن احداث کانال قوش تپه می باشد که با تکمیل کار این کانال 550,000 هکتار زمین های اطراف این کانال برای زراعت مساعد می گردد. همچنان طرح و عملی شدن پروژه های تولید برق آفتابی یکی دیگر از تلاش های مؤثر در راستای انکشاف اقتصادی کشور محسوب شده می تواند. در بخش نفت و گاز، سران حکومت امارت اسلامی افغانستان در بخش استخراج نفت و گاز مذاکرات و قراردادهای متعددی را با شرکت‌های خارجی انجام دادند که شرکت‌های چینی پیشتاز در این بخش می‌باشند که شرکت‌های چینی با حفر 10 حلقه چاه در ولایت سرپل میزان استخراج نفت را در افغانستان 4 برابر بالا برده است که میزان سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در این بخش در سال نخست 140 میلیون دلار بوده و تعهد نمودند که میزان این سرمایه گذاری به 540 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. سازمان های زمین شناسی در تحقیقاتی که در سال 2006 انجام داده بودند ذخایر نفت افغانستان را 2 میلیارد بشکه یا بیرل تخمین کردند. همچنان ذخایر گاز افغانستان نیز از پتانسیل بالایی برخوردار است و در رشد و رونق اقتصادی کشور رول قابل ملاحظه‌ای دارد. نظر به تحقیقات سازمان‌های زمین شناسی، ذخایر گاز افغانستان را به 15.71 تریلیون فوت مکعب گاز که معادل 1.6 میلیارد بشکه یا بیرل می‌گردد تخمین نمودند. مجموع کې د مساحت نگاه څخه ویل شو چې افغانستان 200,000 کیلومتر مربع مساحت هغه نفت و غاز لري چې د وروستي سروې په اساس باندې افغانستان 1.8 میلیارد بیلر نفت تخمین شوی دی او همدغه راز 14 تریلیون متر مکعب غاز افغانستان کې تخمین شوی دی. البته یو تخمینی ارقام دي او د دې د استخراج لپاره قانون او پټرولیم وزارت په مجموع کې اسلامي امارت ډېر متحد ده. دغه 15 حوزو څخه اوس لپاره موږ مدیریت نفتي حوزه افچین کمپنۍ سره عملا قرارداد کړی ده. البته د اکتشاف او استخراج چارې روانې دي چې د اوس لپاره موږ 4 فعالې څاګانې لرو. د هغوی څخه د استخراج ورځنۍ سطحه 13.5 ټنه شاوخوا ده او د هر ورځې په تېرېدلو سره د څاګانو کې زیاتوالی راځي، استخراج سطح کې زیاتوالی راځي. در بخش استخراج معادن، افغانستان با داشتن 1200 میدان معدنی یکی از منابع غنی در این حوزه در میان کشورهای جهان می باشد که ارزش تخمینی این ذخایر به 3 تریلیون دلار آمریکایی تخمین گردیده. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، افغانستان دارای 60 میلیون تن مس، 22 میلیارد تن سنگ آهن و 1.4 میلیون تن مواد معدنی خاکی کمیاب می باشد. سران حکومت امارت اسلامی افغانستان با تلاش‌های خستگی ناپذیر برای پایدارسازی اقتصاد کشور طی 3.5 سال توانستند که سرمایه‌گذاران خارجی را برای استخراج معادن جذب نمایند و شرکت‌های خارجی آمادند
تا به ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار آمریکایی را در این بخش سرمایه گذاری نمایند که حجم این سرمایه گذاری ها در این مدت کوتاه بیشتر از تمامی سرمایه گذاری های 20 سال گذشته بوده است. بهره برداری از این معادن زمانگیر می باشد، اما پیش بینی می شود که در دراز مدت بهره برداری از این منابع نقش مهمی در رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت. زمونږ هیله دا ده، تمه مو دا ده چې زمونږ دغه کورني تجاران او پانګوال په دې برخه کې خاصه پانګونه وکړي، ځکه افغانستان اوس ورځ تر بلې د نفت او ګازو برخې ته ځانګړې توجه شوې ده او مونږ غواړو چې خپل استخراج دې کچې ته ورسوو چې افغانستان 100% کې خودکفا کړو. نو پانګوالو څخه مو هیله دا ده چې په ځانګړي ډول د نفت او ګازو د تصفیې په برخه کې پانګونه وکړي او معیاري او سټنډرډ ریفاینریانې او فابریکې جوړې کړي، تر څو خپل نفت په ښه ډول معیاري ډول باندې هغه پروسس کړي، هم دوی ته ګټه ورسیږي هم افغانانو ته. پس از تحولات سال 1400 در کشور ما، بعضی از کشورهای منطقه و برخی از قدرت‌های بزرگ جهان حکومت امارت اسلامی افغانستان را عامل ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان می‌دانند که استخراج معادن در دراز مدت در رونق اقتصادی افغانستان و پایدار شدن اقتصاد افغانستان و بی‌نیاز شدن کشور ما از کمک‌های خارجی بدون شک تأثیر قابل ملاحظه و بسزای خواهد داشت.